شد شمای حقیقی، شمای فنی، مسیر جریان. اول میخوایم شمای حقیقی بگیم. تو نقشه برق صنعتی سه تاشو باید بلد باشیم بچه‌ها، حواستون باشه. عباس نژاد تو بگو. سیم فاز کجا میره؟ میره داخل کلید. اینجا کلید یک باره. همیشه سیم فاز بعد از اینکه از فیوز یک کلید مینیاتوری رد شد، میره داخل کلید. چرا؟ چون اگر بخواید توی مصرف کننده تعمیرات انجام بدید، آفرین. درست شد؟ بعد از کلید کجا برم تو بگو. بعد از کلید کجا برم سیم فاز؟ تو مصرف کننده. اول میره توی جمع تقسیمه، بعد بره مصرف کننده. این سیم فاز. سیم فاز هم خط ممتده. حالا بعدی سیم نول رو تو بگو. سیم نول کجا میره؟ تو بگو. مصرف کننده. سیم نول هم با آبی میکشه. سیم نول خط بزرگ، خط کوچیک. تموم شد. لامپ روشن شد. کلیدی میزنیم لامپ روشن میشه. یه سیم ارت هم داریم که برای حفاظت انسان در مقابل برق. رنگ سیمش سبز و زرد. چون داخل ویدیو صداتون زیاد میشه، من چون سبز و زرد ندارم با مشکی میکشم. اینجا اینم در واقع میاد اینجا. حالا سوال بپرسید. این پی اینم نور. درست شد؟ حالا کلید دوم هم همین تبدیل به شکلی. حالا این شو شمای حقیقی. نگاه کن، همشون مربع. حالا میریم شمای چی؟ فنی. اینجا میخوایم سوال بپرسیم از جندقی. شمای فنی مدار کلید یک بار. اینجا دیگه به تعداد سیم ها فاز نورت سیم نداریم، فقط یه دونه سیم داریم. چون نقشه بهتون اینجوری میدن تو برخوری ساختمون. حواستون باشه. نگاه کن. خب نگاه کن چقدر ساده شد. کلید یک بار توی شمای فنی اینجوریه. کلید یک بار اینجوریه. تو نقشه که توی برخوری ساختمون مهندس ناظر بهتون میده اینو بهتون میده. نمیاد برات بکشی سیم فاز بیاد توی کلید برات همه کارو بکنه. اصلا بهت نشون نمیده. ولی تو باید اینو بلد باشی که اینو وقتی نقشه بده سریع دیگه حلاجی کنی و یاد بگیری. خب نگاه کن چجوریه. سیم فاز میاد میره داخل فیوز. دیگه یه دونه سیمه. میره داخل کجا؟ جبه تقسیم. از جبه تقسیم میره توی کلید. از جبه تقسیم باز میره توی لامپ. حالا سوال بپرسیم. امیرحسین تو بگو. از فیوز تا جبه تقسیم چند تا سیم اونجا؟ آفرین. نگاه کن. این مسیر تا جبه تقسیم چند تا سیم میرالی؟ 3 تا. نگاه کن. یه خط میکشی می‌نویسی 3. دیگه 3 تا سیم تو نقشه نمیکشن. آقای غلامی‌ها چرا تو نقشه 3 تا سیم نمیکشن؟ نقشه خیلی شلوغ میشه. اینقدر تو دل هم میره که کار نمیکنن. دیگه میدونی که تو برخواری باید بلد باشی. وقتی میری مشتری قیمت میدی باید نقشه خونه بلد باشی. الان خیلی از پوستکارای قدیمی که نمیرن ساختمان مدرن و ساختمان جدید قیمت نمیدن میترسن، وقتی نقشه خونی بلد نیستن نمیرن. همش میرن کار چی؟ یه کلید نصب بکنه یه اقتصادی بگیرن. دیگه هم تو درجا میزنن. شما یکی میتونی بری ساختمان جدید بگیری پول خوب به دست بیاری. چون پول نقشه خونه رو نمیگیری دیگه. خب پس اینجا چی میشه؟ 3 تا سیم داری. L1 نور پی. پس اینجا می‌نویسیم. اینجا 3 تا سیم رد میشه. L1 نور پی. حالا سوال بپرسید. از جندقی بگو. از جبه تقسیم تا کلید چند تا سیم رد شده؟ تو بگو. از جبه تقسیم تا کلید یه دونه دیگه. یه دونه اومده این رفته بالا. 2 تا دیگه نه. 2 تا سیم دیگه. پس چیکار می‌کنید اینجوری؟ یه حرفی زد می‌نویسیم تو. اگر یه دونه سیم بود هیچی نمی‌نویسید. خالی. مثلا اینجا یه دونه سیم بود هم می‌نویسید دیگه نمی‌نویسید. اینجا رو بگو ابوالفضل. از جبه تقسیم تا لام چند سیم رد شده؟ 4 تا. نگاه کن. قرمز 1، آبی 2، مشکی 3 تا. یه خط می‌کشید می‌نویسید. نکته بسیار مهم. لامپ رو به حرف این نشون میدن. توی همه نقشه دنیا. پس اینجا لامپ رو باید. توی نقشه شمای حقیقی گوش بده. تو نقشه شمای حقیقی لامپ دورش مربع میکشن. اینجا هیچی نمیکشید. خالی.
کیوی نامه چی نشون میدن؟ اول که کیو نگاه کن کیو انگلیسی مهم ها اینجا کیو جعبه تقسیم ها چی نشون میدن؟ ایکس یا ایکس بزرگ یا ایکس کوچیک فرق نمیکنه یا ایکس بزرگ یا ایکس کوچیک فیوز هم همه جای دنیا اول کلمه فیوز افه اینجا چون که سه تا سیم داشته عینه با نول و بی ولی اینجا چون یه دونه سیم داره سه تاشو با هم دیگه بنویسیم حواست باشه اینجا سوال نداریم بریم سومی اینا شمایی چی شد؟ فنی شد میریم سومی که اصلا راحت تره اینجا سومی هست شمای مسیر جریان کلید مسیر جریان باید چیکار کنیم؟ سیم فاز رو بالا میکشی اینا فاز سیم نور رو کجا میکشی؟ وای اینجا شما تازه داره میفهمید که هنرستان با سال قبل تو من 2000 فرق شد اگر شما قبلا یه فن حرفه‌ای داشتید یه چیزی میگفتید میرم دیگه وارد کار عملی شدید الان شما اون برکاسا هیچ فرقی نداره فقط اون یه تجربه داره ولی شما سوادتون بیشتره خب نقشه چی مسیر جریان سیم فاز عباس نشد بالا سیم نور کجاست پایینه ارت نکشید با ارت کاری نداره درست شد چیکار می‌کنیم اول برمی‌دارید داخل کجا فیوز از سیم فاز اینجوری با یه رنگ می‌کشم براتون می‌رید داخل فیوز اف یعنی چی آقا این شمای مسیر جریان این فنی بود اینم حقیقی بود مسیر جریان یه نقشه جدید بود دیگه شما ستاشو ببینید خب فاز اول میری کجا داخل فیوز از فیوز میری کجا کلید فقط فرقش اینه که همین کلیدو میکشی فقط مربعشو دیگه نمیکشی نگاه کن میاد پایین میاد داخل کلید فقط مربع رو نمیکشی نگاه کن این نقشه میفهمید فاز کجا آره دیگه آره نگاه کن فاز ما رفت تو فیوز رفت تو کلید بعد از کلید کجا آفرین میاد داخل مصرف نگاه کن کار جمع شد نه اون برای نام چی میخوره؟ اون برای نام این برای نام کجا میخوره؟ نول کجاست اینا؟ نول پس بگو